با نام خداوند بزرگ. خدایا شکرت. ما یکی از دوستان پرسیدن که چیکار کنیم شیطان سراغ ما نیاد. این سوال خوبی هم هستش، چیکار کنیم؟ اما شیطان همیشه اینا چون جسم نیستن، حالت جسم نیستن، همه جا هستن. اینقدر کوچیک میشن میتونن به اندازه یه سلول وارد جسم ما بشن. این غیر ارگانیک ها. شیطان قسم خورده هرگز نمیذارم و اجازه نمیدم به انسان که از فیلترهای من عبور کنه، مگر اینکه 100% خالص برای خدا باشه. یعنی اشخاصی که واقعا 100% میگن لا اله الا الله، اونا میتونن از فیلترهایی که شیطان تو مسیرش گذاشته بتونه عبور کنه. پس ما اگه بخوایم واقعا رد بشیم از این فیلترها، نباید هیچ تعلق دنیوی داشته باشیم، هیچ چیزا. حالا نمیدونم کدوم شخص بودش، حالا خیام یا بابا طاهر اوریان، یکی از اینا خلاصه یکی از فرشته ها رو میبینه و صحبت میکنن که گله میکنه چرا موفق نشدم. میگه تو هنوز تعلق دنیوی داره. میگه چی؟ من هیچی ندارم، نه لباسی نه هیچی. تو بیابونا میرم سرگردان بود، اینا همش عبادت ذکر، اما موفق نشده بود. گفت پس اون کوزه شکسته چیه دست گرفتی همیشه با خودت میباری این ور ور؟ پس این حالا اینطوری اشاره کردن که اون کوزه تو تعلق بهش داری، اونم رها کن. خداوند اگه بخواد به آب بده در همه جا میتونه این کار رو براتون انجام بده. حالا بماند ما ماشین، پول، خونه، نمیدونم فلان، ویلا، اینا رو همه رو باید از مغز بیرون کرد و دور ریخت. این در این شرایط این تعلق دنیوی نداشتیم، خیلی انسان بهتر میتونه تو مسیر خودشناسی پیش بره. هرچند کار سختی هم هست، ولی اصلش همین مرحله مثلا ما خودمون رو پاک میکنیم، درست رفتار میکنیم، میشیم یه انسان به تمام معنا، همیشه حق‌گو باشیم و درست رفتار کنیم، چشم و گوش و دل اینا رو از هر اون چی که بد هست حفظ کنیم. با زبونمون کسی رو آزار ندیم، دروغ نگیم، غیبت نکنیم و خیلی چیزایی هم که میشنویم نباید بازگو کنیم. اسرار مردم غیبت نکنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم، خوب باشیم، به بزرگتر احترام بذاریم و پدر و مادر رو خیلی 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 باید احترام گذاشت، بهشون محبت کنیم و اونا باید از ما راضی باشن. هرچند که مامانمون فوت کرده و هنوزه بعد از 30 سال هنوز احساس دلتنگی عجیبی میکنه. اونم بعد از فوتش خیلی کمک کرده من. مامانم اوایل که هر کسی تو این دنیا خطای کوچیک داره، بزرگ داره، اینا اکثر انباد وقتی فوت میکنن مثلا فامیلامون اینا
میبینی مرتب به خواب این و اون میاد و حالا اگه یارو مدیوم نباشه متوجه نمیشه روح چی میخواد، چون خیلی بعض وقتا نامفهوم حرف میزنن، فلان کار برام انجام بدید یا اون موضوع رو اینطوری حل کنید، نامفهوم. اگر خواب آگاهانه باشه ما میتونیم بفهمیم مشکلشون چی هست. خلاصه مامان تو اون سالا که فوت کرد، اگه بگم هر شب دروغ نگفتم به خواب میدیدمش و هر شب میومد، منم میپرسم مامان حالت چطور، خوبی، خوشی؟ و سکوت میکرد. بعض وقتا هم گلگی میکرد که حالم خوب نیست، اما سوال هرچی میپرسیدم رنگش مثل پر کاه، یه دفعه رنگ از روش میپرید و هیچی نمیگفت، جواب نمیداد. اما وقتی میومد به خوابم حاضر بودم عمرمو بدم تو اون لحظه بمونم. خیلی حالت خوب بود، میومد منو بغل میکرد و منو میبوسید و همش هم گریه میکردم. یادم میاد آخرین بار تقریبا 5 سال پیش بود اینا دیدمش، اصلا قیافش هم تغییر کرده بود، حالت انسانی نداشت. ارواح یه مدت که بمونن حالت شفاف پیدا میکنه، یه حالت خاصی هستش، یعنی یه لحظه هم تو نگاش میکنی هستش، اون ورش پیدا میشه، انگار از شیشه ساخته شدن، یه همچی حالتی داره. اون بار دیدمش دیدم روی تخت سنگی هست، یه تخت سنگ تقریبا 1.5 متر بلند در پهنای 3x4 اینطوری ایستاده بود، قیافه عجیبی مثل این فیلم های کارتونی مثل این فیلم های کارتونی بود اینا، یه شخص مثلا فرشته چیزی بخوان نشون بدن، یه حالت خاصی مونده. دیدمش یه تخت سنگ ایستاده بود، تقریبا قدش خیلی بلندتر شده بود، میان سال اون مثلا 70 سالش بود فوت کرده بود، ولی به حالت 40 ساله بود، یه تخت سنگ ایستاده بود، موها پریشون، یه حالت رمانتیک جالبی داشت، لباسا باد بهشون میخورد نسیم و حرکت بسیار جالبی بود. به محض که رسیدم دوباره های های گریه کردم، پاشو گرفته بودم ماچ میکردم. حالا یه جمله داشت همیشه من گفت پسری که گنده خجالت نمیکشی، حالا یه چیز دیگه میگفت که نمیگم، گفت پسر گنده 40 سالته، حالا اون موقع بود 40 سالته، یعنی 40 سالت هنوز مثل یه بچه داری گریه میکنی. من با این همه زحمت تونستم اجازه بگیرم بیام تو رو ببینم، تو هم داری گریه میکنی، وقتمونو هدر میدی، معنی نداره گریه کردن. گفتم دست خودم نیست مامان، واقعا احساس دلتنگی میکنم. گو بلش کن حرفا رو، آدم یه پیامی رو بهت بدم و برم. گفتم چیه؟ میگو دیگه نمیتونم بیام بهت سر بزنم، یه مأموریتی به من دادن که باید انجام بدم و اینو گفت و محو شد. حالا الان حدوده 5 سال 6-7 سال هستش دیگه خواب آگاهانه که روبرو بشیم ندیدمش. دیدم مثلا خاطرات قدیم زنده، تو خونه قدیمی بودیم و رفت آمده، اما این اون خاطرات گذشته بوده که دیدمش، ولی اینی که حالت آگاه باشه نه دیگه ندیدمش. حالا ببینیم کی قسمت میشه دوباره در عالم رویا ببینیمش. خیلی مطالب جالبی میگفت. یک بار تا میدیدمش همیشه میگفتم مامان اون دنیا چه خبر، میگفتم ننه اون دنیا چه خبر، تا اینو میگفتم دوباره رنگش میپرید. گفتم اسرار ننه نمیتونم بگم.
گفتم حالا یه سوال مثلا قبل اینکه بخوابم تو ذهنم میسپردم، گفتم وقتی خوابیدم یادم بمونه. حالا اون سوالی که اون دفعه ازش کردم، گفتم نه فرق دنیای ما با شما چیه؟ مامانم سوادم نداشت، خدا بیامرز، خدا رفتگان شما رو بیامرزه دوستان. گفتم نه فرق این دنیا و دنیای شما چیه؟ نه ما حرکتمون با شما فرق میکنه، احتیاجی نیست ما راه بریم. در این حد توضیح داد. ارواح خب با فکر کردن جابجا میشن، یعنی لحظه فکر 10 میلیون مرتبه حاضر میشه، 100 متر، 1000 کیلومتر، 10,000 کیلومتر در کسری از ثانیه جابجا میشن. این سوالو اینجا رو خب خوب بود، اما قسمت دومش یه چیزی گفت هنوز در تعجبم. گفت نه آره بعضی از خانوم هستن اینجا وقتی وضع حمل میکنن اصلا دردی احساس نمیکنن. یعنی چه؟ میگه تو اون دنیا کسی میتونه بچه دار بشه، ولی توضیحی نداد. بعدها تو کتاب گفتگو با مردگان بود اگر اشتباه نکنم، برای جلد دوم کتاب انسان روح از نجاست، اونجا یه چیزی توضیح داده بود. گفتش که مضمون این بود بچه کوکبی نوشته بود آره خداوند به بعضی از انسان ها که تو این دنیای فیزیکی به هر دلیل نتونستن صاحب اولاد بشن، اونجا اون شرایط فراهم میشه و ازدواج صورت میگیره. حالا شاید خیلی بخندن به این موضوع، اما حقیقت داره. تو اون دنیا ازدواج هم وجود داره. اونایی که به هر دلیل نتونستن صاحب اولادی بشن، خداوند اونجا بهشون میده. اون که مامانم میگفت که دردی احساس نمیکنه. خب بگذاریم چطوری موفق بشم. دعا و اصحار گرفتم و میدیوم هستم. خب این هدف باید هدفمند زندگی کنیم. اون نیتمون چی هستش و بسیار سمج و پافشاری کنیم رو هدفی که هستیم. میگه من دعا گرفتم و حسار دعا به هیچ عنوان جایز نیست، ولی پیش رمال و نمیدونم طالعبین و نمیدونم از این حرفا. حسار چیه؟ هر چیز نوشتنیه تو موضوع. مثلا ما میخوایم پرواز روح چشم سوم، هیچ چیز نوشتنی ما نداریم. این دعا رو بگیر عجنه مصاحب نشه، این دعا رو بگیر. حسار ما چیه؟ آیت الکرسی قرآن 4 قل. این حساره. احتیاجی نیست به هیچ عنوان برید پیش دعا نویس و این کار رو بکنید بسیار بد هستش و خطرناک. چرا؟ هر دعایی که میگن نوشتن ها منظوره یه مش غیر ارگانیک وارد زندگیتون میکنید و این خیلی بد هستش. حسار چیه؟ ما بهترین حسار که تست میکردم اینا جواب داد خوندن آیت الکرسی، حالا شب باشه هر جایی، مثلا در موقعی که میخوایم بخوابیم با یه خط فرضی آیت الکرسی رو میخونیم، مثلا یه خط میکشیم دور تا دور اون مکانی که هستیم و این یه حصار میشه که موجودات نتونن ازش عبور کنن. این هم اینطور توی موضوع 3 ماه هست پاکسازی کردم و سریع جواب گرفتم، خدا رو شکر. خوبه میگه 3 ماه تمرین کردم و پاکسازی رو شروع کردم. اون که گفته از ابتدا توضیح بدین، خب تو ویدیوها جست گریخته توضیح دادم. حالا
توی ویدیو در آینده میگم از ابتدا چجوری باشه اینا. این بماند سال بعدی آیا واقعیت داره میشه افکار دیگران را خوند و اینکه از گذشته و آینده با خبر شد؟ میشه به هر کی فکر کنیم اونو ببینیم تو اون حالت؟ والا بله میشه افکار دیگران را خوند، به مرحله بالا برسی. چرا میشه؟ نه اینکه در حالت ابتدایی نه نمیشه. موقعی که به درجه استادی برسیم میتونیم افکار دیگران رو بخونیم، اما خبر از آینده این بعضی وقتا یه چیزایی میگن مثلا، اما این که 100% باشه خیلی کم اتفاق میفته. بگن فلان موضوع انجام میشه، خداوند خودش میدونه چی قراره انجام بشه. آینده فقط نزد خداست و تمام. چطوری بگم، این بعضی وقتا جست گریخته یه چیزایی میگن و متاسفانه اونه که من شنیدم خبر مرگ بعضی از نزدیکان، همسایه ها و اینا بسیار ناخوشایند هستش. مثلا بیاد بگن مثلا پدرتون به زودی فوت کنه یا مادر. آدم ببین چه وضع وحشتناکی پیش میاد بلش. واقعا صبر نمیخواد. بعضی وقتا آدم میگه من میخوام ببینم از ماورا خبر داشته باشم و این خبرها رو که میدن آدم در و داغون میشه. وحشتناک. خیلی وقتا مسائل رو ندونیم خیلی بهتر هستش. حقیقت رو ندونیم بهتر هستش. ببین اصلا این سوال رو دوست ندارم، اصلا هر کسی فکر کنیم بریم پیشش، اینا جالب نیست. چه کار به کار مردم داریم؟ احتیاجی نیست، ولی میشه. ولی به نوعی دخالت کردن تو زندگی انسانه یا بدون اجازه اون، مثلا بگیم برم ببینم یارو چیکار میکنه، اینا موفقیت آمیز نخواهد بود. مثلا برای ببینید زندگی خصوصی، الان شاید این دوست منظرشون نباشه، اما به طور کلی نمیشه وارد زندگی خصوصی ملت شد. اصلا نمیذارن هم چیزی باشه. چجوری بگم، وارد حریم خصوصی مثلا بخوای بری ببینی اون خونه چه خبره. خب نمیذارن. علیکی نیست، قانون داره، پلان داره تو اون دنیا. تو گذشته دور یکی دو بار همچین فکره به کلم زد. وقتی وارد کوچه شدم اینا، بره اون خونه یارو یه سگ وحشی سیاه رنگ جلومو گرفت بهم حمله میکرد. یا مخصوصا میرسیدم به جای مد نظر، یه دفعه یه مه غلیظ ظاهر میشده و هیچی پیدا نبود. باید سعی کنیم وارد زندگی خصوصی هیچ کس نشیم. اما افکار دیگران هم خوندن و اونم خیلی مشکله. اگه به حد قوی باشیم بتونیم افکار دیگران رو بخونیم، درد سرساز هم میشه. تازه کسی جرئت نمیکنه بیاد نزدیک ما میگه اوه مغز ما رو میخونه، دور میشه. تو خودت اگه مغز دیگران رو بخونی عذاب آور میشه. بعضی وقتا کسایی که خیلی بهشون علاقه داری، دوست داری، تو مغزشون چیزی دیگه در هستش و این خودش خیلی بد میشه. با مرور زمان گوشگیر و تنها میشه انسان. مردم فرار میکنن. یه سوال جواب بدیم یا چند تا دیگه سوال داریم؟
تو ویدیو بعدی میگم دوستان. فعلا خداحافظ.